درود بر شما هموطنان عزیز. امروز میخواهم از سرگذشت محمد رضا اسکندرов رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که 18 سال باز در زندان است روایت کنم. سال 2004 محمد رضا اسکندرov به مسکو آمد و در دایره‌های سیاسی مسکو خیلی او را خوشپذیرفتند. آشکارا میگویم در چهره محمد رضا اسکندرov پرزیدنت آینده تاجیکستان را میدیدند. به نظرم این پیام ها و این دید و وادیدهای محمد رضا اسکندرov با سیاستمداران روسیه به دوشنبه رسید که از پی بازداشت او شدند و در آخر سال 2004 محمد رضا اسکندرov در مسکو بازداشت شد. این بازداشت یک سری نهان داشت که نه همه میدانند. همان روز ما همراه محمد رضا باید به یکی از کشورهای آسیای مرکزی سفر میکردیم. ما در اربد واخوردیم به خاطر آنکه من بلیط فرموده بودم و باید که پاسپورت گذرنامه محمد رضا اسکندرov رو میگرفتم. وقتی واخوردیم محمد رضا اسکندرov گفت که من به نزد حاج حلیم میرم، یعنی حلیم نظرزاده. اون وقت در یکی از دانشگاه‌های حربی مسکو میخوند. مثلا نخود در همین روز تو در روز سفر با حلیم واخوری. گونه یک بسیار مهم است باید واخورم. بعد تاکید کردم که در یگان صورت باید به حلیم نگویی که ما کجا روان هستیم. خلاصه کمی ناراضیانه من پاسپورت اسکندرov گرفتم و رفتم بلیط گرفتم برای هر دومان و خانه رفتم. قریب بیگاه ما باید پرواز داشتیم. بعد که به خانه آمدم و بلیط گرفتم به تلفن‌های محمد رضا زنگ بزدم، جواب نمیداد. به تلفن‌های حاج حلیم زنگ بزدم، اینم جواب نمیداد. دلم گرگا تله کردم. گفتم یگان گپ شد. تخمینا ساعتای بعد 10 شب بود. هیچ از یادم نمیرود. تلفن شد، تلفن ناشناس. گرفتم که محمد رضا اسکندرov. گفت که خندان گفت سلام داده جان، من در ماشین میلیس هستم، مرا بازداشت کردن و پاسپورت من برای اینا ضرور بود است، پاسپورت من بیار. دیگه و اون جای بازداشتگاه گفت من زود آمدم، با محمد رضا اسکندرov صحبت کردیم. خیلی چی بود در چهرهش، یگان یأس و ناامیدی هیچ نبود. بعد وقتی که از بازداشتگاه اسکندرov به زندان میبردن، و زندان دیگری همون شهر مسکو، در راه من با همون میلیسیونرهایی که محمد رضا گسیل میکردن فهموندم که یک آدم بیگناه هست، این رهبر یک حزب سیاسی، سابق وزیر، یک آدم ارمن تاجیکستان. دیگه اونا کمی دلشون ملایم شد، گفتن بیایید همه کسا یک بار یک چی کنیم، یک اوژن، یعنی یک خوراک شام خوریم. اونا راضی شدن، فقط یک شرط موندن که در نزد ما باید که به زبان تاجیکی یکون کلمه صدا ندهید. بعد زولانه های دست اسکندرov کشودن، ما اونجا خوراک خوردیم. یگانه کلمه عباره تاجیکی که از زبان محمد رضا اسکندرov صدا داد همین بود: حاج حلیم مرا فروخت. که دیگر میرسه بس کنید به زبان خودتان حرف زدن، دیگر نموندن که ما صحبت کنیم. خلاصه هرچی بود و نبود با کثافت حاج حلیم که او دعوت کرده بود به واخوری اسکندرov بازداشت شد و قریب 4-5 ماه مبارزه ما برای آزادی اسکندرov سر شد. در مطبوعات، در دالان‌های سیاسی مسکو و آخران سود دادگاه عالی اروپا، یعنی یوروپی سود برای چلویک قرار بود که محمد رضا اسکندرov بیگناه است و آزاد کرده شود. و 5 اپریل سال 2005 محمد رضا اسکندرov از زندان مسکو آزاد شد. و وقتی که آزاد شد به من تلفن کرد، بسیار خرسند بود و وای گفت که ما باید یک تلگرام یک جای فکر کنیم. بعد ما یک جای یک متن کردیم، ایجاد کردیم به تلفن که یک جملهش سخت در خاطرم آمده بود. اسکندرov با پوتین پرزیدنت روسیه منتداری میکرد و جمله آخرش چنین بود: Ви вернули мне свободу, вы вернули мне свободу, я постараюсь вернуть ее своему народу.
شما برای من آزادی بخشیدید. من کوشش میکنم که این آزادی را با ملت خودم، با خلق خودم بخش کنم یا تقسیم کنم. خرسندی ما دیر دوام نکرد. وقتی که محمد روزی اسکندر آزاد شد، احساس کردم که یک طوفان، یک موج از جانب دوشنبه، یک طوفان می آید. اولین چیزی که برای من بسیار نگران کننده بود، یک مقاله تنقیدی درباره اسکندر برآمد، عیناً یک مقاله در دو گزیته، در نزاویسم گزیته و در مسکو کمسمالی است. من گفتم که اگر در پس این مقاله ها یگان گروه سیاسی یا یگان وزیر گنرالی روس اگر نایستاد، هیچگاه چنین مقاله، یک مقاله در یک روز در دو روزنامه چاپ نمی شود. حتی $1,000,000 $10 میلیون هم که این در ممنوع است. دیگر با محمد روزی ما نصیحت کردیم که یک مدت باید با کسی صحبت نکند، با یگان جا تلفن نکند تا آماده کردن سفری به خارجه با پاسپورت یگان کشور دیگر. این کارا دوام داشت و البته محمد روزی یک آدمی بی‌باک بود و بعدا شنیدم که به دوشنبه تلفن کرده است به چندین نفر. و چیزی از همه عجایب، همون شب و روز سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه در دوشنبه بود. به نظرم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ایوانوف را باور کنند که اسکندرف این دشمن است، این است، اون است. هر چی نباشد، من امروز با اطمینان گفته میتونم که در استردادی، در بازداشت و استردادی محمد روزی اسکندروف سرگئی ایوانوف سابق وزیر دفاع روسیه میستد. روزی که از همه عجایبش، اون شب و روز آفیس چراغ روز، دفتر چراغ روز در چی بود؟ در میدان پوشکین، در بینای گزیته مشهور ایزویستیا. من بعضی روز خانه نمی رفتم، احساس میکردم که از پی من هستند که میدانستند که یگانه آدمی که با اسکندر رابطه دارند من هستم. بعضا در همون آفیس خواب میکردم، 4 ستول قطار میموندم، همراه رانندم دوست دیگه و در همون آفیس دم بدم خواب میکردیم. یک شب یکی از گنرال های روس آمد، همراه من واخر تنها به تنها در همون آفیس، راننده از در بیرون کرد. بعد دیپلمات نشان داد، گفت که ما امر گرفتگی هستیم که باید اسکندروف به زودی بازداشت کنیم. اگر تو تلفن یا جای اسکندروف گویی، دیپلمات کشاد، همه پولی بود، همه پولی دلار بود، پشکای دلار، این دیپلمات از تو است. من گفتم شما تصور کنید، شما شاید من نشناختید در این مدتی که من شما با هم رابطه داشتیم. اگر من همین دیپلمات گیرم، بعد همین دیپلمات من چطور به چشمان شما نگاه میکنم؟ و دیپلمات پوشید رفت. و 15 اپریل و چند روز اسکندروف هم غیب زد، به منم تلفن نمیکرد، بسیار خواطر بودم. و 15 اپریل شنیدم که محمد رضا اسکندروف را با ریس مخصوص، تصور کنید، در یک سمالیات علاهیده از فرودگاه ژوکوفسک به دوشنبه بردند. حتی سراسیمه یک پاسپورت برای وی درست کردند که نامش نخی بود. نام همون آدم پاسپورت اسکندر رو به اسکندر چنین پاسپورت ساز کرده بودند: گنادی نیکولایویچ بیلاینوف. مادام خدازده ها اکرم میگافونوف نام میکردید، بیلاینوف. و دیگه بردن سپاریدن با این ریس مخصوص اسکندروف به دوشنبه. و در دوشنبه بعد چندی به 23 سال محمد رضا اسکندروف حبس شد. نه دیگر حکومت تاجیکستان قراری دادگاه اروپایی به نظر گرفت، نه مراجعت های سازمان ملل و نه مراجعت مردم. و همین هرگاهی که سمالیات ها پرواز میکنن، سمالیات های میبینم، به خاطر من فقط محمد رضا اسکندر میبید که چطور وی با دستان بسته در سرش نقاب به دوشنبه میبرند. سفر به زندان، سفر به 23 سال زندان.
سفر به 23 سال حیاتی که از روزگار تو بریده شده است. من باور دارم که اگر اسکندرov از زندان آزاد کرده نشود، آنهایی که در بازداشت کردن، ربودن و زندان کردن او دست دارند، اگر جزایش را امروز نبینند، فردا میبینند. من امیدوار هستم که 18 سال این نیمی زندگی یک مرد است، نیمی زندگی یک انسان است. اسکندرov نه تروریست بود، نه اکستریمیست بود، نه یگان خیانتکار بود. فقط رهبر یک حزب سیاسی بود و یکی از وزیران دوست داشته امام علی رحمان. در همین جا به شما خداحافظی میکنم و امیدوار هستم که ما زندانیان سیاسی را، ما آنهایی که بیگناه زندان شدند فراموش نمی کنیم و مهم از همه بروی خط زندانیان سیاسی هر کس و ناکس را وارد نمی کنیم. تا صحبت های آینده، خدا به همراه.